خب شما اینا رو فهمیدین که قرآن وقتی نازل شد، پیامبر وقتی آمد که در دنیا چند امپراتوری است؟ 2 دانه. بسیار کلام. عرب ها وضعیتش چی است؟ فارسی ها در چی وضعیت است؟ رومی ها در چی وضعیت است؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم چطور کاری کرد که دنیا را تغییر داد؟ قرآن که ببینین ترتیبش به نزولی نیست که اول اقرا و بعد او تو نیست. قرآن از الف لام میم ذالک الکتاب شروع میکند، از آیات مدنی شروع میکند. چرا؟ به خاطر که دور مکی میگه رفت، مدنی که آمد مکه خلاص، باید مسلمان ها به دور چی زندگی کنن؟ مدنی، نه به دور مکی. به خاطر یکی از حکمت های ترتیب نزولیش که نیست، اینی ترتیب قرآنیش اینه میست که دیگه به زندگی مکی بازگشت نکنن. بعضی از قرآن تفسیر میکنن با من دوره مکی. خب اقرا بسم ربک الذی خلق و بازمی تو آهسته آهسته و مخفی و پنهانی و این قسمی او تو تفسیر کرده میه، اون تو نیست. این بدعت میشه، این مخالف ترتیب قرآن. صحابه تو نکرده. حتی بعضی مفسرین میگه که در اصل قرآن در لوح محفوظ میتو بود. سورت فاتحه الف لام میم میتو مدنی بود، مسلمان باید ایتو زندگی کنه. خواهد نگاه ضرورت بود مکی که تو صبر کنه، نی کنه، نو کنه، نه خوبه. اون یک ضرورت بود، یک مشکلات و حالت استقرار بود دیگه. در او حالت میگه شما خدا قرار نتین. باید حالت مسلمان ها باید قوی باشه، دنیا را رهبری کنه، به دنیا بتن، نه که بگیرن، گدایگر نباشن، سوالگر نباشن، محتاج نباشن، قوی باشن از هر نگاه، از نگاه سیاست، نگاه اقتصاد، نگاه علم، نگاه نظام خانوادگی، نظام اجتماعی، باید در نهایت قوی اول قدرت باشه. زیرا ما و شما اهل الله هستیم، نه با الله نزدیک، بنده خاص الله. یکم تو انتقاد هم میکنه، میگه شما که بنده خاص الله هستین، چرا شما را خدا ذلیل کرده؟ اینو میگن نه؟ چرا شما را خدا ایتو ضعیف و ذلیل کرده، کافرها سرتان مثلا؟ ولی ما و شما بفهمیم که ما مطابق این کتاب حرکت نمی کنیم. پس شما اینا لی حالت فهمیدین. سوره های مکی را باید بفهمید. سوره های مدنی دینی تو حالت پیامبر سلام کار خدا آغاز کرد مطابق چی؟ قرآن شروع کرد، الله را پیروز ساخت. پس قرآن واقعا یک کتاب انقلابی است. انقلاب ای که از حالت بد به حالت مثبت میبره انسان، به حالت خراب نمیبره، به حالت مثبت، به حالت خوب، به نجات مسلمان ها و نجات غیر مسلمان ها. حتی اسلام برای نجات غیر مسلمان ها. وقتی که مسلمان ها روم و فارس شکست داد، همین یهودی ها و نصرانی ها بسیار در سایه امن زندگی میکنن در سرزمین های اسلام، خوشحال بودن. بسیار دین رحمت است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن رحمت است، پیامبر رحمت است، اسلام رحمت است، برای کل دنیا رحمت است. ولی می دنیا ناقتی ما شما دشمنی میکنن، جاهل هستن، زد ایناد دارن. یعنی قرآن برای ما است، برای کل دنیا رحمت است. اینال خو یکی از حالات بود، یک مقدمه. حالا در اعتبار تفسیر براتون میگیم. خب اینال یک موضوع دیگر هم میگیم که قرآن، تفسیر قرآن که میشنی، معنای قرآن چطور فهمیده شد؟ بهترین تفسیر که مطلب یک آیت واضح کنه کدام است؟ این هم بسیار یک مقدمه مهم است که باید بفهمید. خب که معنای قرآن خوب واضح بسازه و متیقن قوی تفسیر. قوی ترین تفسیر کدام تفسیر است؟ اینجا ابن کثیر آوردیم. ابن کثیر در جمله مفسرین بسیار ماشاءالله علم بالا داره، اتفاق است و تفسیر قرآن به نقلم کردگی است و بسیار یک مفسر قوی است. کل دنیای جهان اسلام میره قبول داره، زیرا علم کل مفسرین گرفت ماشاءالله. و یک مسئله اتفاقی را بیان میکنه. به این خاطر به این حواله دادم که اگم تو میگه از اشکم خود گفتی حواله میتی، نه حواله میتم. حواله میتم میگه خودش سوال میکنه فإن قال قائل فما احسن التفسیر. اگر یک کسی سوال کنه که بهترین تفسیر چی است؟ بهترین تفسیر باز میگه که فل جوابی است که ان اصح الطریق فی ذلک، میگه بهترین طریق روش در می تفسیر قرآن است که ان یفسر القرآن
بالقرآن که تفسیر قرآن به چی شود؟ به قرآن شود. این را ما شما میکنیم. در این سورت بقره ما تفسیر قرآن به قرآن براتان میکنم. شروع میکنیم از سورت بقره نه تا سورت فاتحه، سورت حمد، سورت الحمدلله. در سر سورت الحمدلله براتان تفسیر قرآن به قرآن شروع میشه ان شاء الله العزیز. که اینجا تفسیر قرآن به قرآن بسیاری جا الله یک موضوع را تو میمونه، در دیگه جای توضیح داده. ولی تفسیر قرآن به قرآن کی میتونه کده که خوب در قرآن چی داشته باشه؟ مهارت داشته باشه. ماشاءالله علما بسیار خدمت کردن، استادای ما از اونها یاد گرفتیم، اونا دیگه میتون. ما هم امور برای شما بیان میکنیم. تفسیر قرآن به قرآن زیاد تلاش میکنیم. این دیگه به خاطر قرآن دیگه قطعی و ثبوت است، نه ثبوتش قطعی از جانب الله آمدگی است. این را باید بیان میکنیم یک وقت ثبوتش قطعی است. زیرا خودش میگه فما اجمل فی مکان، در یک مکان اگر مجمل باشد فانه قد بسط فی موضع آخر، در دیگه جایی را خوب واضح کرد. باز میگه فین آیا کذالک، اگر تو را مانده کرد تفسیر قرآن به قرآن باید بسیار بگردی. فعلیک بسنتی، پس اول تفسیر چیز؟ قرآن به قرآن. دوم چی است؟ تفسیر قرآن به سنت، به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. تفسیر قرآن به حدیث این بهترین تفسیر، بسیار درجه بالا داره. این دوم است. جایی که حدیث توضیح داد دیگه گپ نمیزنی، مخالف از او گپ نمیزنی. جایی که حدیث است خلاص دیگه. چرا؟ زیرا حدیث میگه فانها شارحة للقرآن و موضحة له. حدیث چی میکند؟ قرآن شرح میکنه، قرآن وضاحت میده. اینجا یک سوال پیدا میشه که کی میگه که حدیث قرآن وضاحت میده؟ الله خودش در قرآن میگه. باز اینجا میگه که قال الامام ابو عبدالله محمد ابن ادریس الشافعی، محمد ابن ادریس الشافعی رحمه الله میگه کل ما حکم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر آنچه که رسول الله فیصله کرده و حکم کرده، فهو مما فهمه من القرآن، او چیزی است که از قرآن را فهمیده. هر آنچه که رسول الله میگه از کجا میگه؟ فهمش از قرآن است و اونمو هم وحی است که الله برش کرده. در قرآن که بخوانین الله سعی کنین یک چند آیت براتون بگویم. در سورت نساء می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، بدون شک ما نازل کردیم به تو پیامبر قرآن را تا که فیصله بکنی در بین مردم بما اراک الله، با آنچه که الله برات نشان داده، الله برات تعلیم داده. بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. این در سورت چی است؟ سورت نساء. از برای خائنا وکیل مدافع نشی. و در آیت دیگه الله می فرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. ما نازل نکردیم به توی پیامبر کتاب را، قرآن را، الا مگر نازل کردیم لتبین، تا اینکه وضاحت بدی، بیان بکنی. چی را؟ لهم، از برای انسان ها، الذي اختلفوا فيه، آن چیزایی که اینا اختلاف کردن، شرک و توحیدی. یعنی قرآن ما به این خاطر نازل کردیم که تو چی کنی؟ تبیین و توضیحش تو بدی. زیر رسول الله صلی الله علیه و مفسر قرآن، در انسان ها اول مفسر خود رسول الله صلی الله علیه و جایی که تفسیر از سنت باشد، متاسفانه که در بسیار جایا تفسیر قرآن به سنت نمیشه. زیادتر ازش کم از این گپای چی نه؟ قصای اسرائیلی نی چیزا، قصای یهود و نصارا، این قصا زیاد بیان میشه. تفسیر قرآن به حدیث. این یک آیت. دوم آیت دلیلش چی است؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما این سورت انبیاء روان کردیم، ما نازل کردیم به توی پیامبر ذکر قرآن را لتبین، تا که وضاحت بدی، للناس، برای مردم، ما نزل الیهم، آنچه که به اینا نازل شده. قرآن برای کی نازل شده؟ به انسان ها. این کی وضاحت بده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم. ولعلهم یتفکرون، و اینا خودشان فکر کنند. به می خاطر رسول الله میگه الا خبردار اینی اوتیت القرآن و مثله معه، بدون شک به ما قرآن داده شده مثل ازی قرآن معه، به امرایش که سنت است.
حتی الله در قرآن میگه وانزلنا علیک الکتاب والحکمه، ما به تو کتابم نازل کردیم، حکمت چی؟ سنت، وحی اسوام. و ما ینطق عن الهوا، پیامبر از خواهشات خود گپ نمیزد. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که به شما رسول الله میته بگیرین، آنچه که منع میکنه منشن. پیامبر خودش قرآن توضیح میته. و امام شافعی و دیگه ائمه بسیار دلایل آورده که دومین منبع تفسیر قرآن چی است؟ سنت رسول الله. از این کده نیست. و یک حدیث هم آوردن در سندش اختلاف است که وقتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل روان کرد در یمن، نه گفت فبما تحکم، به چی فیصله میکنی؟ قال گفت به کتاب الله. یا قضا و یک جنجال شد نه در محکمه، به چی فیصله میکنی؟ به کتاب الله. در محکمه که باید میری باید به قرآن آواز کنه برات. حالا میم قرآن هیچ نیست، اونجا دیگه قوانین میکشه. به خاطر که قاضی قرآن فهم قرآن بفهمه پیدا نمیشه. قاضی قرآن فهم پیدا نمیشه. خب قرآن است بسیار کم است، یکم تا اگه است او هم در قصهش نیست، هست یکم تا شاید باشه. حالا قاضی ها قار نشن که ما چطور نمیفهمیم، میفهم یکم تا. گفت فیلم تجد، گفت اگر در کتاب الله پیدا نکردی، یعنی وجود داره اجمالی، باز چی میکنی؟ قال گفت به سنت رسول الله، به سنت پیامبر. باز پیامبر سلام گفت فیلم تجد، اگر نکردی قال گفت اجتهد برای، باز فکر میکنم دمی آیاتا و سنت. باز فزر بر رسول الله فی صدری، پیامبر در سینه زد و قال گفت الحمدلله الذی وفق رسول الله، هم به ذاتی که توفیق داد بر رسولش لما یرضا رسول الله، با آنچه که خوشحال شده رسول الله. با رسولش یعنی نماینده من در یمن میره، والی است، این ماشاءالله با کتاب الله با سنت رسول الله صلی. باز اجتهاد میکنه. ما را میگن اجتهاد قبول نداره. چرا نداریم؟ اول قرآن حدیث اگه این نبود اجتهاد است، کی میگه نداره؟ حیران میمونی با این معنی. اجتهاد قبول داریم. قیاس قبول داری یا نه؟ قیاس چی معنا؟ قیاس بله، قیاس اگه اجتهاد است، قیاسی که در برابر قرآن و سنت باشه نه، هیچ کس قبول نداشت. اگر نباشه اجتهاد باشه چرا قبول نداریم؟ داریم. قیاس چی معنا؟ قیاس شما از عقل خود گپ زدن میریم، میگیم قرآن تو میگه، تو میگی نه عقل من تو میگه. باز عقل تو را اوس میپرتیم. عقل تو چیست؟ نامش ماندی قیاس. قیاس یک موضوع در قرآن سنت نیست، مشابه از او پیدا شد، بله ما پیدا اجتهاد میکنیم، موضوع را بیرون میکنیم. ما خودم اگر بگم مجتهد میکنیم، مجتهد هستیم، ما میگیم خب اگر نیستیم دیگه کسا مجتهد کرد اون تحقیق میکنیم اجتهادشان. تفکیک خود کده میتونیم نه؟ یکم تایشان میگه که ولی یا خودم مجتهد معرفی میکنن. باز میگه هذا الحدیث فی المسند و سنن، در سنن هم هست حدیث، در مسند هم بسناد جید، اسناد جید به درجه حسن میرسه. خب اینا اول تفسیر قرآن به چی بوده؟ به قرآن. اگه این نبود سنت رسول الله. این بسیار مهم است. بعد از این چطور است؟ سومین درجه تفسیر چی است؟ تفسیر قرآن با اقوال صحابه. صحابه کسایی بود که رسول الله صلی الله علیه و تربیه کرد، قرآن معناش از دهن رسول الله صلی الله علیه و میگرفتن، حفظ میکردن، یاد میگرفتن، اونا خوب میفهمن قرآن. صحابه ماشاءالله، صحابه را کلش احترام داریم، کلش قبول داریم، کلش انسانای نیک بودن، ولی گناه میکنن، معصوم نبودن. معصوم چی که گناه نکنن نیتو نبودن، گناه میکند، گناه از پیش کلش سر زده، گناه و اشتباه و خطا. یکی گناه کبیره از یک صغیره، بعضش کبیره بعض صغیره، یعنی مختلف گناه کوچک و گپا سر زده. معصوم از گناه نبودن. کل صحابه یک قسم نبود، کلشی تو نبود قرآن سنت بفهمه. در بینش علما بود، در بینش مجتهدین بود، در بین صحابه مفسرین بود، قرآن تفسیرش هم میفهمیدن. متوجه هستین؟ در بین صحابه چی بود؟ مفسرین قرآن بود. کل صحابه یک قسم نبودن، خب که کلش عالم، کلش حدیثه بفهمه، نه، اینطور نبود. حتی یک نفرش کل احادیث هم نمیفهمید. احادیث در بینشان تقسیم شد، یک سی حدیث او، یک سی حدیث او، یک سی حدیث، اینطور. باز کلی احادیث از دهنشان خب پس آن جمع شد. ما و شما خوشبخت هستیم کل احادیث جمع شده با ما.
حال ما شما همه قیمت نداریم که بخوانیمش نه. این چقدر جای تاسفه. کل و حدیث مسلمان ها علمای پسان آمدن جمع کردن، ما شما همه قیمت نداریم که کل این حدیث چی کنیم؟ یک دفعه بخوانیم بشنویم چی میگه پیامبر صلی الله علیه و چقدر به همتی است نه؟ همین شما کامرایتان رو باید محکم کنید. بگو نامش کتاب حدیث است، یک بار نشنوم نمیمانم. خب یک بار خب بشنوید. فهمیدین؟ یا نه؟ مرگتان میرین خلاص. با چی جواب میدین؟ به علم نه؟ بازی آرمان میکنی کاش که گپای رسول الله صلی الله علیه و آله میشنیدم چی میگم. به می خاطر ما پروگرام جور کردیم اگه الله بخواد در این زمستان بخاری، در دیگهش مسلم، اگه شد ترمذی یارم میگم، در دیگهش دیگه کلم کتابا یک بار چی شد خلاص شد ان شاء الله العزیز. خب شما هر جایی که برین علم طلب کنین، حدیث رسول الله صلی الله علیه و وحی حدیث هم از آسمان است. خب این را باید بشنوی که چی است. سابق نبود مولای ما فارغ میشد هیچ مولوی شدی یا حدیث خواندی نه هیچ چه قسم مولوی شدی دستار بندی کردی یا دستار ماسینا کلا و با قبایش بسار کتا حالا حدیث خواندی مولوی صاحب نه چی خواندی مستخلص قدوری شرح وقایه و آخرش هدایه از این حالا نخواندیم دیگه. این سابق این مولا که بود هدایه خان شاه بود شاه مولا ایرا دام مولا و ما چون مولوی و 20 مولا میگفتن. خب دام مولا یک مولای پایینه که دام مولا ده دانه مولا یعنی دام مولا نمیفهم دام میگن چی نمیفهم. خب اینی طور بود. این حال اگر در قرآن نیافتیم در سنت نبود رجوع میکنیم به چی اقوال صحابه یا خوب میفهمیدن و خوب علم الله برشان داده بود لا سیما خصوصا علمایشان کبرا و بزرگایشان مثل ائمه اربعه کدام است؟ اول ائمه اربعه ابو بکر عمر عثمان علی امامای چارگانه که ما شما میگیم عاجل امام اعظم مالک شافعی حنبلی نه ائمه اربعه اولش ابو بکر عمر عثمان علی اینی 4 دانه ابو بکر تفسیر عمر باشد عثمان از یا روایت های زیاد نیست به خاطر که یا زیاد در کارهای چی مصروف بودن سیاست و اینا هست کم است. خب حکومت داری علی هم مگنه بسیار قرآن هم میفهم ولی اگه حدیث ضعیف در بارش آمده که انا مدینه العلم و علی بابها ما مدینه شهر علم هستم علی دروازه است یعنی اگه میخوای در شهر داخل شوی باید در دروازهش علی است. این حدیث ضعیف است این طور نیست. خو علی ولی بسیار علم داشت مفسر بود جایی که روایت صحیح از علی باشه علی راس والین قبول داریم به شرط ثابت باشه. خو یگام تو میگه ابوبکر این تو گفت در حال منقول است در روایت در منقول است نه در این باره هفته کل و یه پاک آمده منقول است در روایت است از کجا منقول شده در کدام روایت است علمی واضح باشه ما قبول داریم چرا نداریم. تفسیر قرآن از ابوبکر رسید از عمر عثمان علی رسید قبول داریم اینا و بعد از این کیا و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه عبدالله بعد از اینا عبدالله ابن مسعود است. در عبدالله ابن مسعود کلان بزرگ بود. خب این در سال 32 هجری وفات کرد. عبدالله ابن عباس 36 سال بعد از این زندگی کرد. عبدالله ابن عباس خود بود در مدینه کوچک بود. خب عبدالله ابن مسعود یک روایت از دی باره ابن جریر طبری میگه از مسروق تابعی روایت میکنه قال عبدالله ابن میگه عبدالله گفت والله لا اله غیره قسم به ذاتی که غیر از او دیگه معبود بر حق نیست ما نزلت من آیت من کتاب الله نازل نشده یک آیت از کتاب الله عبدالله ابن مسعود میگه الا وانا اعلم مگری که من میفهمم فی من نزلت درباره کی نازل شده و عین نزلت و در کجا نازل شده. سبحان الله هیچ آیت نیست عبدالله بن مسعود میگه من میفهم درباره کیست در کجا نازل شده. سبحان الله این قدر علم داشت. خب عبدالله بن مسعود باز چی میگه ولو اعلم احدا اعلم بکتاب الله منی تناله المطایا لاتیته. خب متوجه باش اگر ما بفهمم یک کسی را میگه بشناسم که عالم است به کتاب الله خوب فهمیده است منی از ما کرده تناله المطایا که شطرا در اونجا میرسه لاتیتو میگه
اگر ما بفهم که مکه در عالم کلان است، این خودش در مکه در سوریه است، میگه من میرم پیشش علم یاد میکنم. ای تو علم هم میتور بود، از خود که در عالم هم میفهمیدن میامدن. ما و شما علم نداریم، میج خب عالمای کلان هم میشناسیم، میج نزدیکش نمیریم. یک کسی که با مولای مسجد شد او دیگه شرمش میاد که من چطور پیشی برم درس بخوانم. ما خواهم امام هستم، هم خطیب هستم، هم قاری هستم، هم مکاره. ما برم پیشی مولای مسجد دیگه بخوانم، میام یک مولای مسجد مام، میام یک خطیب مام. هنوز ما درجه بالاست، مقتدی هم بسیار مرا احترام میکنن، ما شما زیاد است. عبدالله ابن مسعود میگه اگر از مکه دا عالمتر به قرآن پیدا شم میرم. ما هم میتور هستم، یقین کنین. دم بیرون که ما درس خواندیم، هر جایی که میفهمیدیم اینجا یک شیخ فهمیده است میرفتم. الحمدلله. الله شما را میتو بسازه. هر زمستان رمضان میرفتم دیگه دمی دیگر دو رکوع، سال دو مرتبه 8 سال قرآن، سال دو مرتبه با تفسیر خواندیم. 8 سال میفهمیدم که اینجا میگفت یک عالم است ولی در بخش ساینسی قرآنی خوب مهارت داره، میرفتم میشستم الهش نمیکردم چی میگم. اینی شیخ بسیار فهمیده است، شیخ عبدالسلام رفتیم، شیخ طیب فهمیده است رفتیم، عنایت گوهر رحمان عنایت الله میرفتم. افضل من چون یک مولای صاحب دیگه بود جای دور بود، بسیار شیخ القرآن است فهمیده است میرفتم. این فلانی هر جایی که میفهمیدم فهمیده است همونجا میرفتم گوش میکردم چی میگم. حالی هم بفهمم است میرم میشینم. چرا؟ علم خود چی نداره دور نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله عبدالله ابن مسعود گفت که بخوان قرآن. عبدالله ابن مسعود گفت یا رسول الله قرآن به تو نازل شده، من چطور بخوانم؟ گفت نه من میخوایم بشنوم. سورت چیرا که خوان برش نساره، سورت نساء در این آیت رسید که فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. رسول الله صلی الله علیه و آله چشمش اشک جاری شد، گفت بس کن. خود رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه کس شنیده. تکبر در علم نکنین. هر کسی خود کلان شمارید او محروم میشه. خب او محروم است از علم. همیشه کوشش کنین، حریص باشین تا که زنده هستیم کل ما شما باید علم بخوانیم. انشاءالله که الله این دوره را پیروز کنه. خوی اولین بار است. ما صبح گفتم خب 10 نفر اینجا علما آمدن، کسای طالب العلم که مولوی صنفای 13 و 14 دارالعلوم. گفت خبر شدیم تفسیر قرآن است، خوش شدیم از ولایت آمدیم، جای لیلیه است، لیلیه با ما بتین درس بخوانیم. ما گفتم نیست. چقدر ما و شما شرم است، نیست؟ چقدر بی همت هستیم ما. اینجا باید ما و شما 100 نفر لیلیه جور کنیم. حاجت نه است. حالا هیچ که جای نباشه میاد گرم 400 نفر اینجا جای میشه. فقط چیش زغال شپرت و نان شواله کن. چرا یک کسی میاد قرآن یاد میگیره ما و شما نمیتونیم زمینه را برش مساعد کنیم؟ در روز جمعه 1000 نفر زیاد است. من گفتم 500 را پرتو ظالم خدا از اسلام میزنه. 500 پرتی ضرب 1000 دی 5 لک روپیه میشه. 5 لک روپیه 100 نفر 200 نفر ای تو نان میتک نمیته دمیسه ما 1000 روپیه پرتو. حالا چرا 10000 روپیه میپرتیم؟ 10000 میپرتیم. در پاکستان در دوره تفسیرش 10000 نفر 6 تا هم مردم منطقه نانش میته، ترانسپورتش هم میته، کرایهش هم میته. الله چرا مملکت هم میتونه نگاه کرده؟ این برکت قرآن است. یعنی بسیار حکومت ظلم میکنه. یک حکومت ظالم است. پس ما و شما انشاءالله العزیز الله بخواد بسال دیگه این تو نشه که یک طالب العلم میاد به خاطر قرآن میاد ما برش زمینه مساعد نیست، میگیم جای برات نداریم. توبه. پس بعد از خلفای راشدین کی بود؟ عبدالله ابن مسعود. همش از عبدالله ابن مسعود روایت میکنه کان الرجل منا اذا تسایکو چی میگه؟ میگه عبدالله ابن مسعود میفرماید خب کان الرجل منا بود یک مرد از ما اذا تعلم 10 آیات وقتی که یاد میکرد 10 آیت را لم یجاوزهن 10 آیت میگه تیر نمیشد 10 آیت که حفظ میکرد حافظا گوش کنین تیر نمیشد حتی یعرف معانیهن تا که معنایش هم میفهمید. حالا حافظای پلاستیکی فارغ شده رئیس هیچ چیزی رو نمیفهمه. قرآن هم میفهمونی همون لفظش هم یادش رفته. من قاری قرآن هستم. الله قاری قرآن
ای فقاری که سر تو نام مانده شد. میگه تیر نمیشد تا که معنایش هم میفهمید. 10 آیت معنای ازی چیست؟ والعمل بهن، دیگه عمل کردن به 10 آیت. سبحان الله، عمل بسیار مهم. شما منجا میشنوید نشوه که عمل نکنیم، کل ما شما. خب میگه 10 آیت که یاد میگرفت تا که معنایش یاد نمیگرفت عمل نمیکرد تیر نمیشد. ما شما میشنویم فقط دیوال واری، هیچ عمل نیست. دیواله که هر قدر بگویی بگم چیزه شور نمیخوره. باید انقلاب بیا، دگرگونی بیا، روز به روز در این فکر کنیم. تشویش باید باشه، این کار اساسی بدانیم که چرا عمل باید بکنیم. خبر میشه محافظ قرآن معنای قرآن هم میفهمه، کاری میکنه که بیخی رسوا و شرمندگی. حافظ قرآن چی کرد؟ ای تو کرد. مولوی صاحب چی کرد؟ ای طور کرد. چرا؟ قرآن میفهمه عمل نمیکنه. میگه 10 آیت که میگه یاد میکرد یکی از ما تیر نمیشه. صحابه را کلش میگه حتی یعرف معانیهن، یعنی معنا را باید بشناسی. والعمل بهن، اونا عرب هم بودن، معنا را باید بفهمی. زیرا قرآن اگه عرب هم هستی، عرب معنا شاید دیگه است، معنا را باید بفهمه. وقال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين، میگه حدیث روایت کرد کسایی که یقرؤوننا انهم كانوا یستقرؤون من النبی، کسایی که قرآن با ما بیان میکرد که قرائت از نبی میگرفتن. و كانوا اذا تعلموا 10 آیات، 10 آیات که میخوان لم یخلفوها، میگه ازی تیر نمیشدن حتی یعملوا بها بما فيها من العمل، تا که عمل میکردن دانچه که دی عمله. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، صحیح کن. فتعلمنا القرآن، قرآن هم یاد گرفتیم، عمل هم یاد گرفتیم، جمیعا کلش. قرآن و عمل هر دوش میگه یاد گرفتیم، هم قرآن و هم عمل، هم علم هم عمل. اگر ما شما علم حاصل کردیم عمل نکردیم، بسیار باز ما شما خراب است. خب ما بسیار از این دیگه الله پناه میخوایم. خب علم یاد کردی عمل نکردی، نه این خوب بسیار بدترین انسان است. اینه میادم هر کی که باشه دیگه الله ما شما رو نجات بده. علم باشه و عمل نباشه. اکثر ما شما میتور هستیم. خب علم است عمل نیست، این بیخی دیگه. خب بعد از خلفای راشدین کی بود؟ عبدالله ابن مسعود. روایتش بسیار شاست. بعد از کیس و می خاطر عبدالله ابن مسعود امی آیتی که و من الناس من یشتری الله والحدیث لیضل عن سبیل الله، در سورة لقمان آمده. بعضی از مردم انتخاب میکنن لهو الحدیث، سخن بیهوده را. میگه که والله الذی لا اله الا هو، قسم به الله که غیر از او دیگر نیست، هو الغنا، والله هو الغنا. میگه این امی ترانه و موسیقی امی خواندن است. خب امی خواندنایی است، این امی خواندن است. والله هو الغنا. 3 بار میگه که این موسیقی است. خب یکم تا میگن در حدیث این آمده. خب این قسم میخوره که از رسول الله هم یاد گرفته. عبدالله بن مسعود از کجا یاد گرفت؟ موسیقی رقم میگفت ان غنا ینبت النفاق فی القلب، میگفت غنا و موسیقی در قلب نفاق پیدا میکنه. این موسیقی را نفرت پیدا کنین، گم کنین از خانه و تلویزیون و اینایتان. تلویزیونی که موسیقی میخوانه تو بترسین از الله، با خاطر الله اله کنین. موسیقی نه، موسیقی چی است؟ واقعا آده کسایی که موسیقی خوان است هیچ قرآن نمیخوانه. میخوانه کسایی که موسیقی میشنوه قرآن میشنوه، نفاق در قلب پیدا می، منافق میشی. منافق نفاق چی است؟ قلبا ایمان تا میبره، بسیار خطرناک. این موسیقی خانه‌ای بدینه ستاره افغانی چیزا را جور کردن و انا ببینی 24 سال مردم خواندن کردن میره، اکثر جوانا میره خواندن کردن، میره خواندن کردن. به میره جای ببینی خواندن زمزمه کردن میره. این بدینه هم جور کردن ستاره افغان، میگه یک زمزمه بکو، در رادیو هم زمزمه، در هر جای. یک آهنگ فرمایشی دارم، زنگ میزنم. خب بسیار خوب، با آواز کی باشه؟ کلش هم میشناسه، فلانی او خو ندارم، فلانیش او خو ندارم، فلانیش. باز میگه تو یک زمزمه بکو، میگه نه ولی زمزمه. خب آوازم خوبش نیست، باز جور میکنه، شروع میکنه. کلی ملت میخوان موسیقی خوان بسازن. خب کلی ملت میخوان منافق بسازن. خب این بیدینا نمیگه که آیت قرآن پرتا بگویا کدام قاری را برات بانم، کدام مفسره،
بگه اینی بگه خدمه که قرآنه نه هاش کی تو بگه می جمعیت اصلاح الله خیر بده دمی رادیوشون هم گپا رو داره قاری ها رو میمانه باید میگه زمزمه بکن باید میخوانه خوب است همین بسیار این کارشون بسیار خوب است. و بعد از عبدالله ابن مسعود الحبر البحر حبر عالم بسیار البحر بحر بود علم عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عباس ابن عم رسول الله صلی الله علیه و عبدالله ابن عباس کی است؟ بچه کاکای پیامبر صلی عباس کاکایش است بچه کاکای پیامبر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و پیش ما عباس اهل بیت است خب این تو نیست که ابو طالب که مشرک تیر شده اهل بیت عباس که مؤمن موحد تیر شده اهل بیت نباشه یه عقل یا کسی که عقل داشته باشه یه گپ نمیگه بعضی هستن میگه عبدالله ابو طالب میگه اهل بیت است جعفر عقیل عباس میگه اهل بیت نیست یا هم کاکای پیامبر آل جعفر آل عقیل در حدیث صحیح میاد یا اهل بیت است خانواده ازی و ترجمان القرآن یک این به نام رئیس المفسرین یک لقب داره عبدالله ابن عباس دیگه لقبش ترجمان القرآن دیگهش حبر عالم بسیار جید این چرا قفا میده شد به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و رسول الله بر ازی دعا کرد حدیث صحیح است چی گفت اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل یا الله خوب فهم عمیق در دین نصیب کو با عبدالله ابن عباس فقاهت چی رو میگه فهم عمیق یکی فهم سرسری است یکی عمیق و علمه التأویل و برازی تفسیر یاد بده تفسیر برش دعا کده تو ماشاءالله فهمیده بود در کل صحابه دیگه در فهم قرآن دست بالا داشت ولی خود بود پسان چی شده گیست عبدالله میگه یعنی ابن مسعود سعی کنین از خود عبدالله ابن مسعود روایت شده که پرسانش کردن که عبدالله ابن عباس چیز گفت نعم ترجمان القرآن ابن عباس عبدالله ابن مسعود گفت که ابن عباس ترجمان القرآن قرآن ترجمانش میگه امی است در بین صحابه ترجمان القرآن بود خب از مسروق روایت شده که از عبدالله ابن مسعود آمد گفت که نعم الترجمان للقرآن ابن عباس یا نعم الترجمان بهترین ترجمان قرآن میگه ابن عباس است بهترین خب نعم الترجمان ابن عباس باز این هم سندش صحیح است و عبدالله ابن مسعود می وفات کرد در سال 32 هجری 32 سال از هجرت رسول الله هم تیر شد عبدالله ابن عباس وفات کرد و بعد از این عبدالله ابن عباس 36 سال دیگه زندگی کرده 36 سال دیگه این چقدر علم باقی مان بخود و حتی عبدالله ابن عباس مدرسه هم داشت عبدالله ابن عباس در مکه مدرسه داشت مدرسه قرآن یاد میداد به مردم باز از عبدالله ابن مسعود روایت شده است اعمش از ابی وائل روایت میکنه میگه استخلف علی عبدالله ابن میگه جانشین تعیین کرد علی عبدالله ابن عباس علی الموسم در مراسم حج علی در خلافتش فخطب الناس میگه به مردم خطبه گفت کی خطبه گفت عبدالله ابن عباس بعد میگه فقرأ فی خطبتی سوره البقره در خطبهش میگه سوره بقره را بیان کرد تفسیرش که بیان کرد در یک روایت میگه سوره نور را بیان کرد میگه ففسرها تفسیرا ایتو یک تفسیر کرد عبدالله ابن عباس لو سمعت هو روم اگر روم میگه کلش میشنید و ترک و ترکان میشنید و دیلم یک گروپ های غیر مسلمان هست لا اسلمو حتمی مسلمان میشدن میگه اگر رومی ها میشنیدن مسلمان میشدن اگر ترک ها میشنیدن مسلمان میشدن ایتو میگه یک تفسیر کرد قرآن این عبدالله ابن عباس ما میگیم که عبدالله ابن عباس می اکثر تفسیرهای ما به می خاطر اکثر روایت هایی که در تفسیر آمده تفسیر سودی کبیر و همی تفسیرهای بر روایت زیاد از عبدالله ابن عباس نقل میکنن ولی اینا بعضی وقت از عبدالله ابن عباس اینا روایت های اسرائیلی را میارن خب اسرائیلیات چی است خب سه قسم است اسرائیلی چی میگه از یهودی ها که نقل هستند از یهودی ها همین مفسرین از یهودی ها میارن و عبدالله ابن عباس خودش هم نقل میکنه خود عبدالله ابن مسعود از یهودی ها نقل میکنه از کدام یهودی از علمای یهود از کجا میگن از کتاب خدا
اونا هم علم داشتن. اما رسول الله صلی الله علیه و روایت های اسرائیلی از یهود که نقل میشه 3 قسم است. یکی چیز که ما صحتش میفهمیم که قرآن تاییدش کرده یا سنت رسول الله صلی الله علیه و اگر قرآن سنت تایید کرده بود قبول است. حالا این صحیح است. دوم است که ما علمنا کذبه و بما عندنا، آنچه که پیش ما قرآن سنت است میبینیم که ردش کرده قرآن، او را ما چی میکنیم؟ قبولش نداریم. سومش مسکوت عنه است، نه قرآن تایید کرده نه قرآن چی کرده، نه ردش کرده. اسرائیلیات روایت هایی که از یهود است. پس در اینجا فلا نؤمن به، نه ایمان میاریم، ولا نکذب، تکذیب نمیکنیم دیگه. علمش با الله و حکایتش جایز است. حکایتش جایز است. رسول الله صلی الله علیه و میفرماید که بلغوا عنی ولو آیه، حدیث این مسلم. برسانید از من یک آیت که یاد گرفتین به دیگران برسانید. شما بسیار یاد میگیرین. و حدثوا عن بنی اسرائیل، بیان بکنین از بنی اسرائیل، از اولاد یعقوب اخبار، ولا حرج، میگه کدام بحث و گناهی نداره، بیان کنین. اینا سعی کنین. به می خاطر علمای اهل کتاب میگه اختلاف کردگیستن و یکم دفعه میبینین در بین مفسرین در موضوع اختلافات میان به خاطر روایتش اسرائیلی. نامای اصحاب کهف چی بود؟ در یک روایت یک چیز آمده، در دیگه چیز آمده. سگ اصحاب کهف چی رنگ داشت؟ شمارشان چند تا بود؟ اینی چیزا. عصای موسی از کدام درخت بود؟ نام پرنده هایی که الله او را زنده کرد بر ابراهیم علیه السلام، 4 تا پرنده در قرآن میاد. کدام بود نامش؟ خروس بود، طاووس بود، چی بود؟ کفتر بود، باز بود، باشه بود، چی چیز بود؟ ایران میگن. یا امو گوی که زده شد و نفر زنده شد، نه در صورت بقره میاد گب زد. این چه قسم گو بود؟ و درختی که الله به امرای موسی علیه السلام در نزدیکی از او گب زده، به امرای موسی سخن گفته، این چه قسم درخت بود؟ چی رنگ داشت؟ اینی را میگن. خب چیزایی از قرآن بیان نکرده ولی دینی روایت ها میاد بیان میکنه. اینا سعی کنین. بعضی وقت قرآن خودش هم از اسرائیلیات از مردم روایت کرده. مثلا در سورت کهف ببینید از واقعی کهف که بیان میکنه، در شمارش میگه الله نقل میکنه سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم، زون از اینا بگوین که 3 نفر بود اصحاب کهف، 4مشان سگشان بود. و یقولون خمسه، و بعضی دیگران میگوین 5 نفر بود. و سادسهم کلبهم رجما بالغیب، 6مشان سگشان بود. این رجما بالغیب می اتکل گپ زدن، گمانی گپ زدن، صحیح نیست. و یقولون 7، بعضی دیگران میگن 7 نفر بود. و ثامنهم کلبهم، 8مشان سگشان بود. این را الله رد نکرده. اقوال آورد که رد نکرد تایید است. قل ربی اعلم بعدتهم، بگو رب ما خوب میفهمد به شما از اینا، ما یعلمهم الا قلیل فلا تماری فیهم الا مران، بحث نکن با امرایشان مگر بحث ظاهری. ولا تستفتی فیهم منهم احدا، درباره اصحاب کهف از اینا زیاد سوال نکن، چیزی قرآن گفت خلاص. اینا لذی چی فهمیده میشه که الله باید وقت نقل میکنه. اگر یک کسی در موضوع اختلافی فود بیارد خوب است و نظر راجع را بیان کن. اگر نه که تو هم میاری سردرگم میمانی، مردم در شک میفته. یکم دفعه که از خو ما و شما یکم چیزی که پیدا نمیکنیم، اختلافات موضوع اختلافی بیان میکنیم، باز کدام جایی که روایت صحیح قوی باشه امور ترجمه میدیم. این قرآن هم اینطور است. نظریات بیان کرد، یکش تایید کرد، سوم قول چی کرده؟ تایید کرده. یکم تاس اقوال میاره. امام صاحبی تو میگه امام اعظم، امام مالک صاحبی تو، شافعی احمد، کدامش عمل کنیم؟ مولوی صاحب من نمیفهمم دیگه، من اقوال براتون گفتم، او به خیش شک و شبهه برش پیدا میشه. کدام صحیح است مولوی صاحب؟ اوش دیگه از من پرسان نکن، برو. او بیچاره میخید سردرگمی میره. نه باید بگوی که نظر با اینی دلیل اینی قوی است نسبت به دیگه‌اش کرد، یا این راجح است یا این صحیح است، این ضعیف است. روایتان با تحقیق کنه آدم. خب اینا اگر ما قرآن تفسیرشن در قرآن هم نیافتیم، در حدیث هم نبود، اقوال صحابه هم نبود، دیگه چیز هم قبول است؟ بله. تابعین کی را میگه؟ شاگردای صحابه را، کسایی که علم از صحابه گرفتن. یام بله یام قبول شدگیست، اهل سنت و جماعت قبول کرده. بسیاری ائمه با اقوال تابعین رفتن، مثل کی؟ مجاهد ابن جبر، فإنه كان آیة فی التفسیر، این علامه بود در تفسیر. مجاهد ابن جبر تابعی است. خب این میگه
ابن اسحاق میگه که مجاهد میگه خودش عرضت المصحف علی ابن عباس 3 عرضات، میگه من قرآن پیش کردم به عبدالله ابن عباس 3 مرتبه از فاتحه تا خاتمش. اوقفوا عند كل آیت من وس، در هر آیت میگه توقف میکنم سوال میکنم چی معنا هدفش چیست. 3 بار میگه قرآن به عبدالله ابن عباس میگه هر آیت پرسان کرده تیر شده. خودم میگه خواندم پرسان میکنم او میگه اینطور این توی خواندن بسیار وقت میگیره. 3 بار قرآن پیش عبدالله ابن عباس خوانده. ما شما را میگیم 3 بار بخوانین یاد میگیرین، یعنی تا یک جای بسیار زیاد حد یاد میگیرین. این بسیار. و ابن ملیکه میگه که مجاهد دیدم از عبدالله ابن عباس از تفسیر قرآن سوال میکرد و معه الواح می تختایش پیشش بود. سفیان ثوری میگه اذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك، تفسیر که از مجاهد آمد که کافی است برات، دیگه جای نرو. شیخ البانی هم میگه که تفسیر مجاهد به سر چشم قبوله، او هم بسیار محدث هم است. خب تفسیر مجاهد. و بعد از این دیگه کسا هم است ولی بسیار قوی ترین شانه در تابعی. سفیان ثوری خو دیگه کی است؟ سعید بن جبیر یا هم شاگرد عبدالله بن اکرمه مولا ابن عباس، عطا ابن ابی رباح، حسن بصری، مسروق، سعید بن مسیب، ابی العالیه، ربیع ابن انس، قتاده، ضحاک، اینا هم هستن. اینا هم در تفسیر ماشاءالله بسیار. اگر اتفاق کردن در یک موضوع تفسیر قبوله، اگر اختلاف کردن با ما حق داریم کدامش بگیریم. با دیده میشه نظر به روایات ترجیحات داده میشه، کدامش ترجیح بتیم کدامش نتیم. ولی یک گپ بفهمین، اگر تفسیر قرآن به قرآن نبود، حدیث نبود، صحابه هم نبود، طبیعت می اگر نبود، باز از رأی خودت، نظریات خودت، خصوصا مخالف لغت با لغت عربی مراجعه میکنیم. لغت عربی چی میگه؟ ولی برای با نظریات خودت قرآن تفسیر کرده نمیتونی. اگر کردی جای داتش است. در این باره حدیث است به درجه حسن آمدگی است از عبدالله ابن عباس از رسول الله هم روایت میکنه من قال فی القرآن برأیه، کسی به قرآن نظر خود گفت تفسیر کرد او بما لا یعلم، یا به چیزی که نمیفهمد، فلیتبوأ مقعده من النار، جای خود د آتش جور کنه. امروز بسیاریا قرآن از کم خود تفسیر میکنه. فهمیدین؟ از کم خود میگه و سارقه فقط و ایدهما، دزد قطع کنین. میگه نه، این دمون وقت بود مردم ها فقیر بودن، حالا ما سرمایه دار شدیم، با ما ضرورت نیست. اگر فقیر میگه دزدی کرد غرضش نه، یا سرمایه دار دزدی کرد با دوشم قطع نکو، یک دفعه تنبیش اسمش خود. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ای مؤمنین یهود نصارا را اولیاء نگیرید. این چی میگه؟ الف لامش حدیث هدف از یهود نصارا او نمو یهود است که در دوران رسول الله صلی الله علیه و بود، او نمو نصارایی که در دوران پیامبر صلی الله علیه و زندگی میکرد، در زمانه پیامبر زندگی میکرد. اموار دوست نگیرین دشمنا. این یهودیا میگه آدمای خوب هستن، این نصرانیا بسیار آدمای خوب است که از اینا دوستی کنه. ای بیدین فلیتبوأ مقعده من النار، جای تداتش جور کردی. کی گفته این گپا؟ کدام صحابی؟ در کدام حدیث است که او یهود دشمن تانه؟ اینه این یهودیا از او یهودیا کده بدتر است. یقین کنین این از اونا کده بدتر است. سیونیزم، سیونیزم سعی کامیال چی ظلم کده رایستم. پس گپ ما تمام شد تا اینجا. خب که بهترین تفسیر قرآن به قرآن، باز چیست؟ قرآن به حدیث، بعد از او اقوال صحابه، ولی ثابت باشد. یکم دفعه ثابت نیست. صحابه خلفای راشدین، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس و دیگرش کم است روایتشون. عبدالله بن عباس بسیار با شاگردای از اینا، مجاهد، سعید ابن مسیب، قتاده و غیره و غیره. غیر از اون نیست به لغت عربی مراجعه میکنه. لغت عربی واضح است، از روح کل قرآن فهمیده میشه. به می خاطر صحابه بعضشان عبدالله ابن مسعود عمر رضی الله عنه رو پرساند که وفا کردن و ابا گفت نمیفهم. ابا چی معنی؟ در صورت چی که می عبس و تولا. وفا کردن و ابا گفت نمیفهم. جای از رای خود گپ نمیزنن، سکوت میکنن، بسیار میترسیدن قرآن ازش کم خود گپ دیدن. میگفت در لغت چی معنی است؟ از عبدالله ابن عباس سوال شد که الله در قرآن میگه که 1000 سنه مما تعدون، 1000 سالی که شما زندگی میکنین. گفت کدام است؟ گفت همون روزی است که الله میفهمه. گفت 1000 سال چی معنی؟ گفت نمیفهم.
بعضی جواب باز توضیح میدم. بسیار میترسید که از نظر خود گپ دی، حالا ما شما از اشکم خودی تو تفسیر کردن میره، بسیار بترسین. خب از اشکم خود تفسیر نکنین قرآن. خب این بود یک مقدمه دیگه. اینال بخیر داخل میشیم در چی؟ در سورت فاتحه. ولی این دو گپ بسیار ضرور است. خب که در کل قرآن باز پسان دور میخوره و دور میخوره. در چند ما انشاءالله العزیز ما شما میگیم انشاءالله اینال داخل میشیم در سورت فاتحه. سورت فاتحه فضایلش چیست؟ این چه قسم سورت است؟ نامایش هم میگیم، فضایلش یک تفسیرش. بعد از این بخیر اگر الله خواسته بود در سورت بقره داخل میشه. اگر انشاءالله که بسیار گپا را خواندیم، شما نگوین که قرآن تابال نخوان، کلش قرآن است. خب اینی کلش و این بسیار مهمه، یک معلومات عمومی است کسایی که میشنون. أيا دارها حييت دارا ومن